بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. از عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شب قدر را در شبهای طاق دهه آخر رمضان جستجو نمایید. روایت بخاری و مسلم. شرح این حدیث: شب قدر در شبهای طاق دهه آخر ماه شریف رمضان است. جستجو نمودن شب قدر و به عبادت مشغول شدن در 10 شب آخر ماه رمضان سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين.